بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم دوستان عزیزم، امیدوارم حالتون خوب باشه. خلف وعده. روزی امیرالمومنین از مسجد خارج شد و از کنار محل نگهداری حیوانات که سیر از گوسفند در آنجا نگهداری میشد عبور کرد و فرمود به خدا قسم اگر من به تعداد این گوسفندان نیرو داشتم حاکم را از حکومتش برکنار میکردم. وقتی عصر شد تعداد 360 نفر با علی بیعت کردند که تا پای جان در کنار او بجنگند. حضرت به آنها فرمود بروید و سرهای خود را بتراشید و در محله احجار و زید حاضر شوید. حضرت سر خود را تراشید و در محل قرار حاضر شد. ولی از بیعت کنندگان جز ابوذر و مقداد و حذیفه، عمار و سلمان که در آخر آمد کسی دیگر حاضر نشد. حضرت در این هنگام دست به آسمان بلند کرد و فرمود خدایا این قوم مرا تنها گذاشته و ناتوان کردند، همان گونه که بنی اسرائیل هارون را ناتوان گذاشتند. امیدوارم که لذت برده باشید. خداحافظ.